چرا بعد از ماساژ دادن یک شخصی به صورت درمانی شخص بدنش درد میگیره؟ گاهی اوقات درد بعد از ماساژ درمانی برای شخص اتفاق میفته. علتش دو تا بحثه. یکی این که شما اومدین شخص رو قولنجگیری کردین یا نقطه درمانی کردین، نقاط قولنجش رو درمانهای خاصی انجام دادین و جای انگشتان شما تا یه 3 الی 4 روز روی بدن این شخص درد میگیره و کاملا امر طبیعیه و مشکلی هم نداره. بعد از این مدت که عرض کردم خدمتتون تو به سمت بهبودی میره و جای هیچ نگرانی نیست. علت دوم اینه که یک شخصی وقتی شما ماساژ درمانی براش انجام دادین، شخص بدنش شروع میکنه به برون ریزی کردن، یعنی توسط اون قولنجگیری یا توسط اون ماساژ درمانی که انجام دادین بدن شروع کنه به پاکسازی کردن و فضولات از عمق میفرسته سمت ظاهر بدن. لذا این قضیه نشونه خوبی میتونه باشه برای اون شخصی که ماساژ گرفته یا قولنجگیری رو بدنش انجام شده.